امروز این راهها تنها مسیر ولاسیپدرانی نیستند. این راهها راهی افتخار ملت، راهی تندرستی و صدای بلند است به جانبداران طرز حیات سالم. در دایره تجلیل از روز ورزشگران کشور صدها نفر ورزشگران کسبی و غیر کسبی در ماراتون ولاسیپدرانی گرد هم جمع آمدند. با مقصد ارجگذاری به زحمت ورزشگران، ترغیب طرز حیات سالم و تشویق جوانان به ورزش، در شهر دوشنبه بخشیده به روز ورزشگران کشور ماراتون ولاسیپدرانی برگزار گردید. این چوره‌بینی ورزشی با اشتراک نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش، فدراسیون ولاسیپدرانی، ورزشگران کسبی، دوستداران طرز حیات سالم و جوانان فعال برگزار شده، روحیه همبستگی، اراده و دوستی ورزشی را در جامعه احیا نمود. در رسمی افتتاحیه چوره‌بینی قید گردید که این گونه تدبیرهای عمومی نه تنها برای تحکیم سلامتی و بلند برداشتن سطح خودشناسی جوانان، بلکه برای روشن نمودن نقش ورزش اهمیت خاص دارند. ابراز گردید که برگزاری چنین ماراتون‌های ولاسیپدرانی باعث تحکیم دوستی، همبستگی و تشویق ورزش همچون رکن مهم زندگی سالم خواهد گشت. در زمینه سیاست ورزشپرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با دستور و سپارش‌های ایشان ولاماراتون امروزه برگزار می‌گردد که مقصد اساسی برگزاری ترغیب طرز حیات سالم و دوستی بین ورزشگران و عمومی سازی ورزش ولاسیپدرانی میباشد برگزار می‌گردد. ما فدراسیون ولاسیپدرانی تاجیکستان همه کوشش را به خرج می‌دهیم که ورزشگران حرفه‌ای را برای اشتراک در چوره‌بینی بین‌المللی آماده نماییم و ورزشگران هم نیز از چنین چوره‌بینی‌ها به وجود می‌آیند و ترغیب و تشویق این گونه چوره‌بینی‌ها می‌تواند جوانان را به ورزش ولاسیپدرانی بپیوندد. سپس مسابقه در وضعیت تنتنوی آغاز گردید. صدها ولاسیپدران از کسبی تا دوستداران ورزش به سوی خط اول حرکت کردند. همه با روحیه بلند، اراده قوی و یک هدف به مرا رسیدن و غالب آمدن، راهی پرپیچ و تاب و پرتلاش را پس سر کردند. هر یک از اشتراکچیان با سرعت و شوق و هوس راه می‌پیمودند. حرکت رقیبان در راه نه تنها رقابت جسمانی بود، بلکه برای رسیدن به هدف بود. برای برخی این اولین ماراتون بود، برای دیگران باز یک صحیفه تاریخی در راه ورزشی بود. صف ورزشگران دراز و مرتب هر یک با لباس ورزشی خود راه می‌پیمود. آنها با احتیاط و همزمان با سرعت بلند در راه مخصوص تعیین شده حرکت می‌کردند. گاهی رقیبان پهلوی هم می‌رفتند، گاهی نفر کوشش می‌کرد پیش گذرد، ولی دیگران با استواری موقعشان را نگاه می‌داشتند. پس از ساعت‌های حرکت، پس سر کردن راه‌های پرپیچ و تاب طولانی، نهایت ولاسیپدران‌ها به مرا نزدیک می‌شدند و در نهایت اولین شده از میان ورزشگران کسبی دانیل منصوروف به جای معین شده رسید. Велоспорт – это спорт для мужчин. В этом марафоне я приехал первым, я держал победу. Я люблю этот спорт, буду заниматься им дальше. Я благодарю Таджикистан за то, что он устраивает нам эти все мероприятия. И надеюсь, велоспорт в нашем городе, столице, будет продвигаться дальше. Таджикистан бапеш. به همین ترتیب ورزشگران یکی پس دیگری به مرا می رسید. در این میان دوستداران ورزش نیز خیلی فعال بودند و نوبسته از سن و سال راهی معین شده را طی کردند. سپس مراسم قدردانی ورزشگران صورت گرفت. از میان ورزشگران کسبی جای سوم نصیب عبدالنبی عمروف، جای دوم نصیب کامران قادیروف و نهایت جای اول را دانیل منصوروف به دست آورد. از میان دختران باشد جای سوم را ورزشگر دختر تاجیک آیگول امروخان به دست آورد. سیسی جای دوم و جای اول نصیب خسمتولینا کریستینا گردید. در میان ورزشگران غیر کسبی یعنی دوستداران ورزش جای سوم را خدایدادوف سامان، جای دوم را الکس ویو و جای اول را ایگر استخف به دست آوردند. همچنین دو نفر پارالیمپیکسا اسمت فتولیب و احمد حفیظالله که اشتراکچی مسابقه بودند قدردانی کرده شدند. امروز ما در ولاماراتون اشتراک کردیم که بخشیده بر روز ورزشگران تاجیکستان برگزار گردید. میان پاراورزشگران اشتراک کردیم و جای اول را اشغال کردیم. تشکر خود را به شهرداری دوشنبه و فدراسیون ولاسیپدرانی
тоҷикистон мерасонем ва ба кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе мерасонем ки баҳри мо варзишгарон чунин мусобиқаҳоро ташкил ва баргузор мегардонанд. Ман тӯли 5-6 сол аст ки дар ин намуди варзиш иштирок мекунам, тамрин мекунам ва дар чандин мусобиқаҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро гирифтам. Баъд соли 2024 ба давлати Қазоқистон рафта дар он ҷо ҳам иштирок кардем ва натиҷаи хубе нишон додем. ташкили чунин чорабиниҳо на танҳо ба рушди варзиш, балки ба ташаккули ҷомеаи солим, фаъол ва бедорфикр мусоидат мекунад.